أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القيامة مكية. سپاره 29 سوره قیامه. سوره قیامت مکیه، سوره مکی هست و هي 40 آیه و فيها ركوعان. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم قسم میخورم بیوم القیامت، به روز قیامت. لا بر تأکید است، یعنی لا اقسم، لا تأکید میکنه، اقسم یعنی قسم یاد میکنن، یعنی با تأکید قسم میخورم به یوم القیامت، به روز قیامت. ولا اقسم بالنفس اللوامه، و قسم یاد میکنم به نفس ملامت کننده. ایحسب الانسان، یعنی نفس ما و شما قبلا هم خواندیم که تقریبا 4 قسم نفس است. اول بلندش کس نفس مطمئنه هست، کسی که بسیار اطمینان خوب قلبی داشته باشه، این نفس مطمئنه میگه. و نفس اللوامه نفسی است که مثلا وجدان زنده میگن اوره، که انسان از داخل خودش انسان ملامت میکنه وقتی که مرتکب یک گناه میشه یا میخواد یک گناه بکنه. دیگه نفس اماره بالسوء هست، نفس که انسان امر میکنه به بدی ها. وقتی که نفس تربیه نشه، نفس اماره بالسوء می باشه. و دیگه یک قسم نفس دیگه هست که نفس مسئوله گفته میشه، که نفسی که سوال کرده میشه. ولا اقسم بالنفس اللوامه، الله متعال میگه ما قسم یاد میکنم به نفس اللوامه. یعنی نفس اللوامه خوب نفس است، نفسی است که انسان از داخل خودش ملامت میکنه. ایحسب الانسان، آیا گمان میکنه انسان لن نجمع عظامه، ای که ما جمع نخواهیم کرد. عظام عظم استخوان میگه، عظامه هو استخوانهای او را. بلا چرا نه، که الله متعال میگه قادرین، ما قادر هستیم علی ان نسوی بنانه، که ما مساوی بسازیم حتی بنانه، امی سر انگشتای ازیره. از بسیاری کسا در اینجا بعض علما میگه که یکی از اعجاز علمی قرآن هست. چرا امی انگشتای انسان کس میگه از 2 نفر امی سر انگشتای ازی امی چیزای ازی یک قسم نمیباشه. امی وقتی که در این پاسپورت ها و در چیزا وقتی که عکس میگیرن چی میکنن، امی نشان انگشت امی کلکارا میگه امی قسم بانه. نه الله متعال میگه که ما اقدر قدرتمند هستیم که حتی امو تارها و امو خطهایی که در انگشتان ازی هست ایره هم مساوی بسازیم، یعنی کلش جور بکنیم. یعنی دیگه اعضای بدنش خو جور میشه و آسان است. حتی اینمی چیزهایی که علامات جدایی یک انسان است، که یک انسان با انسان دیگه وقتی در پاسپورتش باشه در بین 10 میلیون نفر همی انسان همی انگشتایش فهمیده میشه. الله متعال میگه اینمی را هم ما چی میکنیم؟ قدرت داریم که ایره مساوی بسازیم. بل یرید الانسان، بلکه انسان میخواه لیفجر امامه. اینجا لیفجر از فجور گرفته شده است، یعنی که میگه این انسان میخواه که هنوز هم فجور بکنه به روزهایی که آینده هست، یعنی امامه. حالی خود گناه های قبلی را کردم، بلکه انسان ها، بعض انسان ها بدبخت هستند که میخوان که در روزهای بعدی هم چی کنن؟ لیفجر امامه، یعنی کارهای زشت بکنه، کارهای فسق و فجور بکنه، امامه در آینده هم بکنه. یسألو ایان یوم القیامه. دیگه بدبختی انسان ها چی است؟ همیشه انسان پرسان میکنه چه وقت از قیامت که شما از قیامت گپ میزنین. الله متعال میگه فاذا برق البصر، وقتی که خیره شود چشم ها، و خسف القمر، و تیره شود مهتاب، و جمع الشمس و القمر، باز اینجا جمع کرده شود آفتاب و مهتاب، یعنی روز قیامت کل نظام شمسی چی میشن؟ از بین میره، این سیستم از بین میره. آفتاب و مهتاب با هم تکر میکنه. جمع الشمس و القمر. یقول الانسان، و میگه انسان یومئذ، در این روز، این المفر، که کجاست جای فرار، که ما فرار بکنم. کلا، این علما میگه لیس الامر کما زعمتم، این قسم که شما گمان میکردین نیست. لا وزر، هیچ جای پناه نیست که حال باز این مردمای بیدین برن به اونجا پناه ببرن و خدا از عذاب الله و از عذاب قیامت نجات بدن. الی ربک، به سوی پروردگار تو، یومئذ، در این روز، المستقر، جای قرار. یعنی یگانه جایی که انسان قرار میگیره و آرامش میگیره او چی است؟ پناه بردن از به بارگاه الهی. دیگه هیچ جای فرار نیست. ینبأ الانسان، خبر داده می شود انسان یومئذ، در این روز، بما قدم و اخر، آنچه را که پیش از خود فرستاده و آنچه را بعد از خود گذاشته هست. الله متعال تمام از را برش چی میکنه؟ برش خبر داده میشه. از این خاطر بعضی جنایت ها که است، جنایت های چی هسته؟ گناه دوامدار است. همین قسم که صدقه جاریه هست،
همین قسم بعضی از گناه های جاری است. گناه جاری کدام یکی است که یک نفر یک گناه را میکنه، بعد از اینکه میمرم اما جنایت ازی و امی گناهی ازی دوامدار است و در دفتر اعمال ازی امی گناهش نوشته میشه. مثل بعضی کساس بعضی تلویزیون های فاسقانه را مثلا جور کرده، بعضی کساس رقص کرده، مثلا فیلم های رقصش است، فیلم های گناهش است، فیلم های شرابخوریش است، فیلم های زنایش است، فکای های دروغ است، توهین به مقدسات و به قرآن و به سنت یا ثبت شدگی هست و فیلم های تمام روز نشر شده میره. این است بازی که میموره 50 سال بعد 100 سال بعد باز هم می رقص ازی و فساد ازی و گناه ازی مردم به طرف گناه سوق میده. پس الله متعال میگه که ینبأ الانسان، و در این روز خبر دادمش انسان، یومئذ در امی روز قیامت که است، بما قدم، با آنچه که تقدیم کرده، و اخر، و آنچه را تأخیر کرده یعنی پس گذاشته، چیزا را مانده بعد از خود، کدام امور مانده و کلش این خبر داده میشه. بل الانسان، بلکه انسان علی نفسی، بر نفس خود بصیرتون گواه است. خودش باز دو روز شاهد همه چیز خودش می باشه. خودش دستش برش گواهی میده، چشمش گواهی میده، پایش گواهی میده، زمینی که گناه کردن کلش. ولو القا معاذیره، اگرچه اگمی انسان چی کنه، القا معاذیره بسیار پیش کنه بسیار گناه ها را، هر قدر این گناه ها را پیش بکنه، با وجود از این هم ای همو تمام اعمال ازی برش چی میشه که تمام اعضای بدن ازی سر شهادت میده. حال موضوع دیگر الله متعال میگه که لا تحرک به لسانک لتعجل به. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که قرآن نازل میشد در اول تو بر خطا میشد، میترسید که کدام حرفی از قرآن از پیش به نمانه، به این خاطر چی میکرد؟ امو کلمات از قرآن، آیات قرآن که برش جبریل امین میخوان، این دیگه پشت سر همو چی میکرد؟ تکرار کرده میرفت. الله متعال برش گفت که لا تحرک به لسانک، ای رسول الله صلی الله علیه و حرکت نتی به قرآن لسانک، زبانت که تو مثلا پشت جبریل متخوانده بری، لتعجل به، تا عجله کنی به آن. چرا؟ تو خو پیغمبر ما هستی، ای تو قرآن در قلب تو و در ذهن تو و در زبان تو جاری بسازیم که بسیار ساده و را حفظ کنی. ان علینا، الله متعال میگه یقینا که بر ماست، جمع کردن قرآن و قرآنه و خواندن و تلاوت کردن قرآن. فاذا قرأناه، پس وقتی که ما قرآن بر تو خواندیم، فتبع قرآنه، پس تو مطابقت بکن از امو خواندن قرآن، ایره مطابقت بکن، توی قرآن چی کن؟ پیروی کن و ایره گوش بگی، خوب دقیق گوش بگی، مطابقت بکن. ثم ان علینا بیانه، باز بالای ما هست که چی کنیم؟ که ایره بیان بتیم، وضاحت بتیم. کلا بل تحبون العاجله لیس الامر کما زعمتم. امی که کلا معنیش چی میشه؟ ای لیس الامر کما زعمتم، امو قسم نیست امور مثل که شما گمان میکنین. کلا، نچوین است، بلکه تحبون، شما دوست دارین، العاجله، چیزای عاجله، زندگی دنیا را ایره خوش دارین که همی العاجل است برای ما داده شما، و تذرون و ترک میکنین و مگذارین الاخره، آخرت را. همیشه انسان که از چیزای عاجل خوش داره، اما چیزایی که پسان در آینده میه دی بی تفاوت می باشه. وجوه یومئذ ناظره، روز قیامت چه قسم روز است؟ روز بسیار خطرناک است. وجوه، بعضی وجوه جمع وجه هست، وجه روی میگه بعضی روی های بعضی مسلمان هست یومئذ که در این روز ناظرتون، بسیار نضارت می داشته باشه، تازگی می داشته باشه، بشاشت می داشته باشه. الی ربها ناظره، به پروردگار خود نظر میکنه. از این آیت قرآن علما استنباط میکنن که در روز قیامت جنتی ها الله متعال بر از اینا توفیق میده که الله متعال نظر بکنه. این کمی چشم مال ضعیف است و در دنیا ما نمیتونیم الله را ببینیم. بناهن در روز قیامت الله متعال بر جنتی ها چی میکنه؟ نعمت بزرگش است که امو دیدار خدا نصیبشان میکنه. پس الله متعال میگه که وجوه یومئذ ناظره، بعضی از روی های هستن که بسیار در روز قیامت چی میشن؟ یعنی چون جنتی هستن، ناظره بالضاد، یعنی خوب ندارت و تازگی و زیبایی در چیزی از اینا دیده میشه. همین مردم های جنتی هستن. یا دیگه چی صفت دارن؟ که الی ربها ناظره، باز به طرف پروردگار خود نظر میکنن. و وجوه یومئذ باصره،
گروه دیگه کدام مردم هستن؟ مردم های بیدین و کافر و منافق و مشرک و زندیق و مرتد و اینی مردم ها که هستن چی هستن؟ میگه وجوه این روح ها در روز قیامت یوم ایذن در این روز باصرتون. چی مانه؟ یعنی خیره می باشه، تاریک می باشه، ترش می باشه، جگر خون می باشه، وضعیتش خراب می باشه. یعرف المجرمون بسیماهم، چهرهای مجرم از دور شناخته میشه. تظن، اونا باز گمان میکنن یا عقیده میکنن ان یفعل بها فاقره، که انجام داده میشه با ایشان فاقره. تظن، این گمان میکنه که بر از اینا چی شده؟ یک آفت کمرشکن بالای از اینا آمد. از این خاطر این روی ها میفهمه که حال سر ما سختی هست، عذاب است، عذاب دوزخ است، عذاب جهنم است، عذاب حساب است، عذاب میزان است. اینالی مردمایی که از این حساب ها و سختی های قیامت مثلا میبینن با چشم خود و از عذاب ها را میچشن، باز دیگه چی میشه؟ اینا دیگه به این گمان هستن دیگه چرا جگر خون میباشه، باصره میباشن، چرا چهرهشان سیاه میزنه، چرا ترش میباشه، چرا جگر خون میباشه؟ به خاطر از اینکه تظن ان یفعل بها فاقره، که این گمان میکنه. اینجا ظن به معنای یقین است، یقین می داشته باشه که بالای از اینا چی یک آفت فاقره. فاقره هم آفت میگه و هم امو آفتی که کمر شکن می باشه، اما توی عذاب سخت میگه اینا را در زمین میپرته. کلا یعنی لیس الامر کما زعمتم، نو قسم است که شما مردم گمان میکنین، لکن حق چی است؟ اذا بلغت التراقی، وقتی که برسه امی روح انسان به کجا برسه؟ التراقی، به سر سینه. و قیل، و باز گفته میشه که من راق، کیست رقیه دهنده؟ کی است که بیای برزی مثلا کجاست دکتر، کجاست مثلا کسی که را اکسیژن بده، از کجا پیدا کنین که یک کسی را کمک بکنه. و ظن انه الفراق، ظن در باب عقیده که از به معنای چی بیه؟ به معنای یقین میه و یقین میکنه می شخص در این لحظه که روح جسینش رسید باز میفهمه که انه الفراق، که وقت فرقت و وقت جدایی است. این وقت چی میشه؟ در وقت همی جان کندن. والتفت الساق بالساق، در وقت جان کندن التفت الساق بالساق، یک ساق پای با ساق پای دیگه تاو میخوره، میچسبه، تاو میخوره پا ساقهای پایش، یکی دیگه خودم میپیچه. این کدام روز است؟ الی ربک، این روز جان کندن کسی است؟ این روز است که باز به طرف پروردگار تو یوم ایذن، این روز المساق، سوق شدن و روان شدن است. فلا صدق، این انسان که عذاب های سخت میبینه و چهرهش تغییر میکنه و میترسه، این چی مشکلات داشت؟ اول مشکلشی بود که فلا صدق، این تصدیق نمیکرد، یعنی نه یقین داشت به قیامت، نه به روز آخرت، نه به جزا، نه به حساب، نه به میزان، تصدیق نمیکرد، همیشه این کار میکرد. فلا صدق، تصدیق نمیکرد. ولا صلا، و نماز هم نمیخوان. وقتی که ایمان یک نفر نداشته باشه، نماز چرا نمیخوانه؟ آدمی که ایمان داشته باشه به الله و روز آخرت حتما نماز میخوانه. پس این بی نماز به خاطر چی نماز ترک میکنه؟ به خاطر ازی که این یقین نداره، یقین نداره، تصدیق نداره. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب و تولا، لکن چی کار میکنه؟ تکذیب میکنه و تولا، و رو میگردانه. هر وقت که برشان از آخرت، از احکام آخرت، از شریعت الله گپ بزنی، تکذیب میکنه. خودش هم دروغ میگه و چیز هم تکذیب میکنه و تولا، و باز روی میگردانه. ثم دیگه چی صفت داره این نفر بدبخت؟ تصدیق نمیکنه، نماز نمیخونه، برعکس از او تکذیب میکنه، از احکام شریعت روی میگردانه. ثم ذهب الى اهله یتمطى، باز پیش ذهب میره الى اهلی، به سوی خانواده خود. باز اینجا پیش از چی میکنه؟ یتمطى یعنی یفتخر، باز افتخار میکنه و تکبر میکنه. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، اینجا چی معنی میگه؟ اولا لک، افسوس است بالای تو، فاولا باز افسوس از بالای تو، ثم اولا لک باز افسوس از بالای تو، فاولا باز افسوس. الله متعال 4 مرتبه میگه سر از این نفر افسوس است، افسوس است، افسوس است، افسوس است سر از این شخص. ایحسب الانسان ان یترک سدى، آیا انسان ایحسب، آیا گمان میکنه انسان ان یترک سدى، ای که اما تو گذاشته میشه؟ اما تو سدى چی معنی؟
یعنی همون تو عادی و محمل و بی تفاوت، عبس، هیچ کس پرسانش نمیکنه. نه، الم یکو نطفت من منی یمنا، آیا شما قدرت الله را امتحان نکردین، ندیدین در زندگیتان؟ الم یکو، آیا نبود نطفتن، همین شخص نبود یک نطفه از یک قطره آبی که من منی یمنا، که امو قطره آب چی شده بود؟ از امو منی که یمنا انداخته می شود. یعنی آیا ای از اونم قطره آب خلق نشد؟ ثم بعد از اینکه مثلا ای از این قطره آب چی شد؟ خلق شد، انتقال کرد از نمی قطره آب به چی؟ به علقه. ثم کان علقه، بعد از اینکه آب بود به یک علقه. علقه چی رو میگن؟ علقه مثل یک قطعه خون بسته شده، باز به یک توت خون تبدیل شد. فخلق، باز الله متعال او را خلق کرد. فسوا، باز ای را چی کرد؟ از یک انسان خلق کرد، از نمی قطره آب. استخوان و گوشت و پوست و بازی را مساوی ساخت، دست و پای و چشم، همه اعضای بدن از این را چی کرد؟ الله متعال خلقش کرد و مساوی ساخت. فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، باز ساخت از او الله متعال گردانید از او چی؟ از زوجین، دو جفت، از ذکر والانثی، یک تعداد مذکر ساخت، یک تعداد مؤنث خلق کرد. آیا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى؟ الیس، الله متعال میگه آیا او ذاتی که از یک قطره آب تو را به اوت یک انسان بزرگ با تمام جسامت و چهره و زیبایی و اندام و همه تکمیل شده اعضای بدن تو را خلق کرد، آیا او ذات الیس ذلک، آیا او قادر نیست؟ بقادر، قدرتمند، علی ان یحیی الموتى، ای که باز دوباره زنده بکنه مرده ها را؟ ما مسلمان هم این بلا، الله قادر علی کل شیء، الله قادر است به همه چیز. پس انسان بی عقل و نادان و نافهم ای از آخرت و از دوباره زنده شدن انکار میکنه. اما کسی که مراحل زندگی خود از سرش فکر میکنه میفهمه که او ذاتی که ای را از هیچ خلق کرده میتونه که دوباره اونم ذات ای را پس چی کنه؟ زنده بسازه و دوباره امرای محاسبه بکنه.